یکم تا رو ببینی نماز نمیخوانه، نه روزه نمیگیره، حج نمیکنه، قرآن نمیخوانه، که باز بگوش چرا این کار نماز نمیخوانی؟ میگه قلب پاکو، قلبم پاک است. این مردار پلید. اگه قلب تو پاک باشه تو چطور نماز نمیخوانی؟ یکم صوفیای گمراه میتور است، کمونیستا هم همی صفتشانه، هم منافق طایفه همی. حال چرا نماز نمیخوانی؟ میگه قلب پاکو، قلب ما پاک است. ایمان ده اینجاست، میگه اینجا بسیار پاک است. خب اگه ایمان ده اینجا باشه خیلی چرا شراب میخوری؟ قلبم پاک است. چرا ارتباط نامشروع داری؟ میگه قلبم پاک است. حالا اگه قلب پاک باشد، از منبع پاک، اعمال پاک، صاف، گپای صاف. تو خود گپ عملت خراب، زبانت خراب، کارت خراب، تو چطوری میگی قلب ما پاک است؟ در حالی که رسول الله میفرماید که الا ان فی الجسد لمضغه، حدیث است، خبردار در جسد یک توتی است، اذا صلحت صلح الجسد كله، او که اصلاح شد کل جسد اصلاح میشه، و اذا فسدت، وقتی که او فاسد شد، فسد الجسد كله، جسد و اندام چشم گوش کلش فاسد میشه. کدام است؟ رسول الله گفت الا خبردار و هی القلب، و توته چی است؟ قلب است. قلب ای که اصلاح شوه، ای که پاک شوه، ای که صاف شوه، ای که تزکیه شوه، ده ای که توحید جای بگیره، ایمان قوی جای بگیره، کل دیگه چیزا چشم گوش همه درست میشه.